خب تو درس اول فصل مثلثات راجع به تناوب و تانژانت صحبت میکنیم. اولا تعریف یه تابع متناوب چیه؟ خب ما تابعی رو در صورت متناوب میگیم که یه عددی مثل عدد مثبتی مثل تی وجود داشته باشه، به طوری که حالا این تعریف کتابیش به طوری که به ازای هر x عضو DF دو شرط مقابل برقرار باشه. خب یعنی من اگر x رو به علاوه t بکنم یا منهای اون مقدار ثابتی بکنم که روی محور x ها قرار حرکت بکنه، f(x) من دوباره همون مقدار رو بسازه. یعنی اگر x به علاوه t بکنم f(x) به علاوه t مساوی با f(x) بشه. اگر x منهای t میکنم f(x) منهای t من مساوی با خود f(x) بشه. یعنی این مقدار به صورت مداوم در طول این تابع در فواصل ثابتی به نام t که حالا بعدا میخونیم که بهش میگیم، به این فواصل روی محور x میگیم دوره تناوب. در این فواصل مقدار f(x) مون داره تکرار میشه، پس این تابع بهش میگیم یه تابع متناوبه. خب t چیه؟ t کوچکترین عدد مثبتیه که در واقع این شرط رو میتونه داشته باشه و دوره تناوب بهش میگیم. و مثلا دوره تناوب تابع سینوس x چنده؟ 2 چرا؟ چون به ازای هر 2 مقدار تابع دوباره تکرار میشه. یعنی مثلا من اگه سینوس مثلا 30 درجم اینجا باشه و مساوی با مثلا 1/2 بشه، سینوس 2 به علاوه 30 درجه، این از 2 هم 30 درجه برم جلو، اینجا میشه 2 به علاوه 30، بازم همون مقدار 1/2 رو برام میسازه و دقیقا مقادیر تابع به همون صورتی که اینجا داشت تغییر میکرد به این صورت هم بعد از 2 تکرار میشه. و ما به هر 2 که در واقع این اتفاق میفته میگیم دوره تناوب. حالا میتونیم در واقع فاصله هر دوتا قله از هم دیگه یا فاصله هر دوتا دره از هم دیگه رو هم دوره تناوب بنامیم و به این صورت هم میتونیم پیداش بکنیم در روی یک نمودار تابع متناوب سینوسی یا کوسینوسی. خب پس ما وقتی که میخوایم یه تابعی رو به صورت تیپیک بنویسیم، حالا یه تابع مثلثاتی رو میخوایم مثلا بنویسیم، تابع سینوسی رو فرض کنیم میخوایم بنویسیم y مساوی با a سینوس x به علاوه a سینوس bx به علاوه c. خب a ضریب سینوسه و چی رو تعیین میکنه؟ در واقع میزان انحراف از مبدأ نوسان که مثلا تو اینجا خط 0 هستش، فرض کنید اینجا مبدأ این تابع متناوب باشه و میزان انحرافش از این مبدأ میشه چی؟ مقدار آمون. یعنی اگر اینجا 2 آمون 2، پس میشه 2 تا کوسینوس. حالا ادامه ضریب x یا b چی رو به ما نشون میده؟ ضریب x مربوط به دوره تناوب میشه. یعنی اگر ما 2 رو تقسیم بر ضریب x بکنیم یا همون b، به ما دوره تناوب رو نشون خواهند داد. پس الان نگاه میکنیم مثلا تو این تابع میبینیم خب فاصله 2 تا قله رو فرض کنیم در نظر بگیریم. فاصله 2 تا قله چقدره؟ خب از p تا 3p، خب میشه چند تا p؟ 2 تا p فاصله 2 تا قله است. میگیم پس دوره تناوب میشه 2p که میشه 2p بر روی b یا ضریب x. از اینجا نتیجه میگیم که b مون میشه چند؟ 1. پس میشه 1 ضرب در x یا کوسینوس x. پس شد 2 تا کوسینوس x به علاوه یا منهای چند. آیا تابع ما از اون خط y مساوی با 0 بوده که مثلا مقداری بالاتر یا پایین تر بره؟ اینو از کجا میفهمیم؟ معمولا به همین میزان که داره بالا میره، مثلا تا مثبت 2 بالا بره، به همون میزان هم پایین میاد یک تابع دیگه تا -2 پایین میاد. اگر این دو تا عدد با هم فرق میکردن میتونیم شک کنیم که در واقع تابع ما به علاوه منهای مقدار خاصی شده، پس اینجا فعلا بر این تابع 0.
خب پس مقدار A رو در آوردیم، مقدار B رو در آوردیم و مقدار C رو هم حساب کردیم. پس آمون میشه 2 یا حالا اینجا ما در واقع طبق فرمول اگر بخوایم پیش بریم میگیم ماکسیموم و مینیموم رو با فرمول قدر A به علاوه C و مینیموم رو به صورت منفی قدر A به علاوه C میتونیم به دست بیاریم که یا مثلا میتونیم بگیم C مساوی است با ماکسیموم به علاوه مینیموم تقسیم بر 2. یعنی یه میانگینی اگر بین ماکسیموم و مینیموم بگیریم C رو بهمون میده که اینجا در واقع بین مثبت 2 و منفی 2 اگر میانگین گرفته بشه مقدار C به دست میاد. A رو هم میتونیم با استفاده از هر کدوم از اینا مثلا بگیم قدر A به علاوه C مون که صفره مساوی شده با 2 و این مقدار ماکسیمومونه. پس قدر A مساوی با 2، پس A میشه چی؟ مثبت منفی 2. از اون سمت توی دوره تناوب حالا من فرمول به این صورت نمیشم، اینجا قدر مطلق B هست، یعنی B مون هم میتونه مثبت منفی 1 باشه. پس خیلی دقت کنید به نوشتن این مثبت منفی ها توی در واقع امتحانات نهاییتون که خیلی برای تحصیل کننده مهم هست. خب حالا تابع سینوسی و کوسینوس صحبت کردیم، گفتیم خب بیشترین مقدار سینوس یا کوسینوس به 1 هستش دیگه. پس یه تابع مثلا سینوس x بین منفی 1 تا 1 دمسام میکنه. پس اگر من یه ضریبی بهش بدم مثلا ضریب 3 بدم میشه بین منفی 3 تا 3. حالا تابع تانژانت به چه صورتی هست؟ تابع تانژانت یه تابعیه که در واقع یک مجانب قائم داره. چرا؟ چون توی x هایی که مثلا مضارب فرد پی دوم هستن تابع ما تعریف نشده میشه و تانژانتشون بی‌نهایت و تعریف نشده است. پس ما اگر مثلا از منفی به سمت پی دوم نزدیک بشیم به سمت مثبت بی‌نهایت میره و اگر از مثلا بازه مثبت به پی دوم نزدیک بشیم به سمت منفی بی‌نهایت تابع ما میده و روی اینها ما در واقع مجانب داریم. این اعداد مجانب ما هستن. خیلی نمای ظاهری تابع تانژانت و کوتانژانت شبیه به تابع لور یا درجه 3 هست. تابع کوتانژانت برعکس تابع تانژانت دیگه به این صورت رسم میشه، فرقی نمیکنه خیلی ما. نکته‌ای که در رابطه با تابع تانژانت وجود داره و تفاوتی که واسه تابع سینوس و کوسینوس دارن اینه که دوره تناوب تو تابع تانژانت به جای اینکه 2p بر روی b باشه به صورت p بر روی b هستش. پس یکی از تفاوتایی که داره اینه. به علاوه اینکه تابع تانژانت ماکسیموم مینیمومی در کار نیست، یعنی از این ور تا مثبت بی‌نهایت و از اون ور تا منفی بی‌نهایت ادامه داره. پس ماکسیموم مینیموم براش مد نظر قرار نمیدیم. منتها دامنش خیلی مهمه دیگه. اون مجانبات جزوی از دامنه تابع نیستن و باید اونا رو از رو دامنه حذف کنیم. که خیلی ساده تر بخوام بگم مجانب های تابع تانژانت رو چه ایکس هایی هستن، گفتیم ضرایب فرد پی دوم، یعنی مثلا پی دوم، 3 پی دوم، 5 پی دوم، 7 پی دوم به این صورت هست که تانژانت در اونها تعریف نشده هست. خب این از این. یا کاپی به علاوه پی دوم به این صورت هم میشه بیانش کرد. یا میتونیم بگیم در واقع دو کای به علاوه 1 پی دوم. اینطوری هم میتونیم بگیم که ضریب فرد پی دوم. حالا به هر صورتی میشه نوشت اینها رو، خیلی تفاوتی نمیکنه. اینجا میگه تغییرات تانژانت در 4 ناحیه مثلثاتی میگه در هر رو با زیاد شدن مقدار زاویه تانژانت اون زاویه هم زیاد میشه. پس تانژانت کلا یه تابع اکیداً صعودیه، یعنی یه تابع به صورت متناوب نیست که مثلا بگیم هی داره صعود و نزول میکنه و غیر یک نواحی. تانژانت دقیقاً یه تابع اکیداً صعودیه و در تمام دامنه خودش در واقع در حال صعود هست، همونطور که توی شکل هم مشخصه. و برعکسش کوتانژانت یه تابع اکیداً نزولیه و در تمام دامنه خودش با زیاد شدن تتا یا ایکس همون در حال افت هستش. حالا این
سوالی که اینجا آورده گفته تابع تانژانت تو در بازه 0 تا 2 پی سعودی هست نزول. خب مشخصه دیگه تابع تانژانت در تمام بازهای خودش چیه؟ اکیداً سعودیه. اما حتما باید این قضیه رو هم ذکر کنیم که در اطراف حالا که این بازه رو در رقم به ما گفته، در اطراف پی دوم و 3 پی دوم یه ذره حالت غیر یک نوا پیدا میکنه. پس میگین تانژانت تابع اکیداً سعودی منتها در اطراف این اعداد حالت یک نوا پیدا میکنه. یعنی قبل از پی دوم به سمت مثبت بی‌نهایت میرفته، بعد یه دفعه میفته توی منفی بی‌نهایت و داره میاد بالا. پس این نکته رو هم حتما باید توی این مدل از سوالا ذکر بکنید.